اگر از پیش شما در کدام جای اشتباه شده باشه که اینمی مثلا اینمی حرام بودن ازیره، اگر ما مثلا به خاطر ازی شما یا از ما خطای لفظی شده باشه یا شما خطا فهمیده باشین، اگر از ما خطا شده باشه ما واقعا استغفار میکنم، استغفر الله و اتوب الیه. لکن اصل عقیده ما اینمی هستن که وقتی کسی میگه من در اینجا زندگی میکنم، در جوابش برش میگیم که برادر عزیز، خواهر گران قدر، وقتی که تو در اونجا مسلمانه که در دارالکفر تولد شده یا که جدیدن مسلمان شدی، نو مسلمان شدی، یا هم سفر کردی هم اونجا زندگی میکنی، در اونجا مقیم هستی، بفهمی که اهل سنت را کافر نمیگه به خاطر مطلق زندگی کردن. الله اکبر. این البراءه من الكفار، کجاست براءت از کفار که تشمال براءت دیده می شود؟ وقتی که علامه عالم شیخ عبدالدای حفظه الله تعالی برآمد گفت کسی که در دولت کفری زندگی کافر است، تلخی شما کفی که شما در هم دولت کفری انا خورده گشته شما انا کافر گفته، به این سبب شما خیلی دیو نشدید. الله مستعان. اگر از پیش شما در کدام جای اشتباه شده باشه که اینمی مثلا اینمی حرام بودن ازیره، اگر ما مثلا به خاطر ازی شما یا از ما خطای لفظی شده باشه یا شما خطا فهمیده باشین، اگر از ما خطا شده باشه ما واقعا استغفار میکنم، استغفر الله و اتوب الیه. لکن اصل عقیده ما اینمی هستن که وقتی کسی میگه من در اینجا زندگی میکنم، در جوابش برش میگیم که برادر عزیز، خواهر گران قدر، وقتی که تو در اونجا مسلمانه که در دارالکفر تولد شده یا که جدیدن مسلمان شدی، نو مسلمان شدی، یا هم سفر کردی هم اونجا زندگی میکنی، در اونجا مقیم هستی، بفهمی که اهل سنت را کافر نمیگه به خاطر مطلق زندگی کردن.